نامه‌ای برای تو فرستاد. موعود از شما سپاسگزارم. نشان ارزشمندی است. حال از من چه میخوایی؟ آرزوی ملاقات شما را داشتم که دیدم به دیدار شما روشن شد. اینک هیچ آرزویی ندارم. به نصیحت شما نیاز دارم. چیزی بگویی تا در این چاه دنیا مرا نکند و گره‌های نگشوده را باشم. رمز همه هستی در دستان توست. تو را به نصیحت چه نیاز؟ کدام رمز؟ خوب بنگر. هر دست تو را چند بند و چند انگشت است. 5 انگشت و 14 بند. این همان رمزی است که گفتم. 5 و 14. 5 و 14 یعنی چه؟ این رمز در زمان ظهور آخرین پیامبر گشوده خواهد شد و رمز وجود هستی در همین 2 عدد است. به آنها متوسل شو، آرامش و نجات خواهی یافت. آرامش و نجات خواهی یافت. آقای پیرمرد، مرد منتظر کجا هستی؟ نکند خواب میدیدم. رمز همه هستی در دستان توست. چرا فشردن این مهره به من آرامش می‌دهد؟